خجالت نمیکشی جلو بزرگترا پاتو دراز میکنی؟ خجالت بکش. چرا باید خجالت بکشم؟ مگه چیکار کردم؟ خود بابای من همسن من بود، هم ازدواج کرده بود هم بچه داشت. ببین چقدر حالش خراب بوده. بابا بزرگم که قبل ختنگیش 2 تا بچه داشته، الان تعداد بچه‌اش تو شناسنامه‌اش جا نمیشن، براش دفتر صدبرگ گرفتن. مامان بزرگم که هر موقع ما دیدیمش حامله بوده. من به هر جا برم میگم 2 تا خاله‌ام کوچیک‌تر از خودم، من بهم اقامت دائم میدن، میگن تو جات پیش خانواده‌ات امن نیست، یو تو هم حامله میکنن. همین زهرا تو خود عروسیش 4 ماه حامله بوده، فیلماش هست. عمو غلامم که هممون میدونیم تریاکیه، به روش نمیاریم. خاله عاطفه 4 بار ازدواج کرده، هر 4 بارم طلاق گرفته، هنوز سیر نشده. شماها با این وضعیت خجالت نمیکشین؟ اون وقت من یه پامو دراز کردم خجالت بکشم؟ بس دیگه. خواهر این بچه است و تربیت کردی؟ خاله تو دیگه چیزی نگو، خودت با 3 نفر همزمان